خب آقا الان زندگی درآمد از کجاست به غیر از اینستاگرام؟ داداش الان درآمدی وجود نداره. نه ببین یه خورده میدونی باهوش‌تر شدم. اینجوریه که درست اینستاگرام هیچ پولی نمیده ولی یه خورده کانکشن ها بیشتر شده، با آدمای زیاد در ارتباطم. بعد اسپانسرها هستن، این هست اون هست، آرتیستان و اینا. وسط من یه سری کارا میکنم، مثلا آرتیست رو با اسپانسر کانکت میکنم، یه پولی درصدیش میگیرم ازش. یه خورده حالت دلالی داره، آدما رو با هم وصل میکنم، خودشون از توی خودشون یه سری چیزا بهم اضافه میکنن. یا برنامه‌ها هستن مثلا کنسرت ها رو، اینا رو یه سری کارا میکنیم. مثلا مثال میزنم فلان خواننده کنسرت قیمت میده 15 تا، من باش دیل میکنم، رفیقم اینجور 10 تا میبندم و این 5 تا رو من خودم مثلا برمیدارم. فهمیدم. مثلا یه سری کارای اینجور کانکت توری باحاله. من یعنی واقعا از این موضوع خیلی عصبیم که چرا بچه‌های معروف ما همیشه باید بجنگن برای درآمدشون. این دوران من نمیفهم که چرا ما واقعا اتحادمون اینقدر ضعیفه. یعنی تو هر کالچری به جان مادرم زیمبابوه باشی بگی من 1 میلیون فالوور دارم، همه میگن بابا این که دیگه زیر رویز سوار نمیشه و درستم میگن. میدونی چی دارم میگم؟ فقط من تو ایرانی دیدم که فالوور بابا چی دارم میگم، یارو چقدر فالوور داشت؟ 12,000 تا فالوور. بعد تصمیم گرفته بود بره رستوران ریویو کنه، مثلا 40 تا رستوران بهش آفر کردن که بیا اینجا غذا بخور. بعد داشتم فکر میکنم ما میلیونیامون همچین آفری نمیگیرن. خود ترکیه که اقتصادش بدتر از ایران الان وضعیتش خیلی داغونه، تو 50 کی فالوور داشته باشی هدن شولدرز میاد تبلیغ میده بهت، ردبول اسپانسر میشه، کارهای خفن میکنه. ولی ایران نه هیچی. خود از آرتیستاش بگیر تا بلاگراش همه دارن میدوئن دنبالش چیه. من که خودم استعدادی ندارم، همیشه آرزوم بود برعکس همه سنگین پول در میوردن که من کنار اینا حال میکردم. میدونی مثلا اگه مثلا علیرضا جی یه دونه چه میدونم ویلا داشت توی مکزیک 8 خوابه، مطمئن باش مثلا دارم علیرضا من اوکی یه هفته برم اونجا بخوابم، نیستی؟ میدونی چی دارم میگم؟ همه بچه‌ها الان باید مثلا توی لولی باشن که مثلا میبینیم، نه که خب حدس بزنیم، مثلا تمام آدما رو میبینی. حالا بسیار اصلا پول در آوردن ولی با پول بدن، من با اونا کاری ندارم، ولی بچه‌ای که مثلا پول در آوردن و با پول اوکیان دارن توپ بازی میکنن، یعنی عشق دارن میکنن. همون 50,000 تا فالوور قشنگ یارو دیگه پراودلی رزومش میزنه اینستاگرام 50,000 تا فالوور، اصلا هر کی میبینه میگه. راجبه بلاگرای اینفوی بدم بهت. ببین ایران بعد در نمیارن. خب ایران چون تبلیغ حضوری میرن خود مغازه اینا تبلیغ میگیرن، بعد پول خوبم میگیرن، بعد ایران نمیتونن خرج کنن. ببین ایران تو میخوای خرج چی کنی وقتی پول دستته؟ جای دیگه کافه رستوران دیگه. ایران جایی که میتونی خرج کنی کافه رستورانه و پول جمع میشه اتوماتیک، خرجاشون خیلی کمه. خب خونه هم هست، همه با خانواده‌شون. بلاگرای ایران میتونن از زندگیشون ادامه بدن. بلاگرای خارج از کشور الان من میبینم خیلی دیگه اینستا رو بیخیال شدن، دارن میرن یکی باریستایی میکنه، یکی گارسونی کار میکنه، دیگه همه ناامید شدن رفتن یه جایی کار میکنن. حالا من گیرم عذاب کشیدم، من حالا راهش رو پیدا کردم، من میبینم کم میارم، یه 2 ماه یه بار میرم دبی خوب تبلیغات میدن. دبی چون میلیونر زیاده، کسب و کار زیاده، مثلا چند تا زد و بند کنی تبلیغ خوب میتونی بگیری. بعد اونجوری حالا من هندلش میکنم، ولی خیلی‌ها سر این قضیه بلاگرایی که خارج از ایرانن درآمد خوبی ندارن. دبی چقدر تقریبا پول میدن برای بچه‌هایی بخوام برن از این راه پول در بیارن؟ چقدر با اکسپکتیشن؟ کلا شانسیه ولی واسه استوری مثلا میتونن $1,000 بگیرن. من یه پست گرفته بودم $10,000 یه پست. آره ولی هستی خوب پول میدن اونجا، ولی اونم باز پیدا کنی کانکشنش رو، یکی بیاد کار کنه، چون دبی هم بلاگر زیاد شده دیگه الان، همه رفتن دبی. من فکر کنم داره دوران یه هیجانی بود توی 3-4 سال گذشته، همه رو اینستاگرام و همه رو یوتیوب اینا فکر کنم
داره یواش یواش میرسه به تشویق. هم 1-2 سال دیگه داره، بعد یه تصفیه میشه و یه سریا میمونن و کوین میشه و دیگه اینم میشه چیزی که زمانی بود و تا ببینیم چیز بعدی چیه. من که کلا الان فوکوسم رو یوتیوب موزیکه، یعنی فقط اینجا دوتاشو با هم هندل میکنم که اونم زیاد برنامه والا ندارم بهش. خودم انقدر خسته شدم این قضیه میزنم تو مارکت ترکیه فعالیت کنم، اونجا خیلی درآمد و این چیزا بهتره. چون اینجوری داریم تلف میشیم. ترکیه چطوره کار هست ترکیه؟ ببین اینفلوئنسراش، خواننده‌هاش، رپراشون خیلی خوب دارن در میارن و خودشون راضی ان، ولی برعکس ایرانی که ترکیه ان همون سخته تقریبا. نه دیگه، ببین خودشون که مردمش که راضی نیستن ولی اینفلوئنسراشون راضی ان چون خوب در میارن. مثلا اینجا درآمد پایه، درآمد ثابت مثلا 20000 لیره، اینفلوئنسر در میاره 200000 لیره، 10 برابر بیشتر از چیزی که همه مثلا کارمندای اینجا میگیرن حقوق میگیره. واسهش خیلی خوبه. یا رپرها، مثلا رپرای اینجا که چند تاشون رفیقام من باشون صحبت میکنم، مثلا توی 2 ماه تور کنسرت میذارم، بعد 2 ماه 1 میلیون دلار در میارم. اینجا رپر از رفیقم با یه ترک 100,000 دلار پول در آورده بود از اسپاتیفای. اینا خوب در میارن. خیلی واقعا ظلمه. میگم من که حالا تالنتی ندارم، من که استعدادی ندارم که مثلا بگم من ویس شدم، ولی من به چشم دیدم حداقل 50 نفری که واقعا توی گیم بالاترین گیم رو زدن ولی انگار دارن دمو بازی میکنن. آره. من خودم مثلا اینجوری بودم دیگه، قبل اینکه کار بگیره مثلا هیچکی رو نمیشناختم، از دور میبینی میگی واه این خیلی معروفه پس خیلی پول داره، میگم شهرت پول میاره اینا، آشنا میشم میگم نه این خبرا نی. حداقل واسه ایرانی‌ها اینجوری نیست. یه دونه امروز کد خوندم با مزه بود، میگفت ازدواج مثل بازی چیز میمونه، مثل بازی گیم میمونه. اولش خیلی هیجان داری، بعد از چند روز میری آنلاین ببینی میتونی چیت پیدا کنی. یه ازدواجمون نشه. تو راضی از ازدواج؟ من که ببین اینو گفتی خیلی جالب، بذار میخوام بذارم برای برعکسی که اینجا هست اینو بشنوم. من خانومم واقعا عجیب خوبه. خب من نمیفهمم چرا همیشه مثلا سوال و همیشه نگاه میکنم چیش که اینقدر خوبه این حرفا. امروز یه چند روزه داره قور میزنه که میره سر کار و اینا و مثلا ببین قور یه خورده اوکی، یه خورده زیادی شده بود و من دیگه عصبی شدم چند روز پیش. گفتم ببین اگه حال نمیکنی نرو سر کار، به من نگو دیگه، اگه نمیخوای بری نرو. و گفتش که نه من فقط میخوام قور بزنم. و من فکر کردم که خب طرف دیوانه است دیگه اینجوری حرف میزنه. بعد امروز یه چیزی شد همینجوری مثلا به شوخی گفتم که خیلی خوب شده قور نزدی دیروز، یا مثلا اینجوری شوخی. بعد برگشت که ببین تو روزی با 100 نفر حرف میزنی، میدونی من روزی با چند نفر حرف میزنم؟ گفتم نه. گفت با 0. من با هیچ کی حرف نمیزنم، همه چیه من تویی. برای همین بعضی موقع باید قره علیکی من گوش بدی، مسخره‌ام کن ولی گوش بده. بعد من گفتم من که مسخره‌ت نمی‌کنم، چون من مسخره کنم بعد خودم شب خوابم نمیبره، ولی چقدر قشنگ اینو بهم یاد دادی و از امروز اصلا هر چی می‌خوای بگی بگو. بعد اونجا همینو فهمیدم که آقا قدرت رابطه‌مون اینه که النا منو ادوکییت میکنه، به من یاد میده. یعنی مثلا بهم میگه که آقا مشکل اینه، با اینکه من کارم میام خونه بعد از اینکه تو 5 ساعت نمیدم اول چیزی بهت میگم شما قور زدم، بعد بد اخلاقم واسه نیم ساعت، از جام تکون نمیخورم چون دیگه خستگی و بد اخلاقی با هم کامبینیشنش من آورده پایین. با یک جمله منو قشنگ یه جوری شیفم کرد که مثلا من 40 سال دیگه داره قور میزنه یه نفر، مثلا مامان تو داره قور میزنه، من اینجام اوکیه بزن راحت باش. یعنی منو لول اپ هم کرد، مثلا انگار بهت آپگرید میده. بعد میگم من لاتاری برده توی زن و اگر لاتاری توی زن ببره 10 سالگی عروسی کن، ولی اینی که تو بخوای بفهمی تو کی و دخترم بخواد بفهمه خودش کیه بعد ببین شما دیگه با هم مچین، این لازمه که 2 نفر 30 سال رو رد کرده باشن.
28 تا 33 این اتفاق میفته که تو دیگه شکلت کامل همونی که هستی. تو یه ویدیو داشتی میگفتی که بعد معروفیت و پول نمیتونی عاشق شی، همچین چیزی بود. اینکه دختر درست رو نمیتونی پیدا کنی بعد این قضیه. انقدر قشنگ من درکش میکنم. بعد دلیلش رو من خیلی فکر کردم ولی یه خورده عجیبه، پیش نمیاد. ببین حداقل اینجوری واسه من پیش نمیاد. اون تایمی که مثلا هیچی نداری دختر میاد مثلا با چیل میکنه یه خورده فام میکنید باحاله، میگی که اوکی دیگه من که چیزی ندارم، الان با خود من حال کرده دیگه طرف. ولی بعد این قضیه که رد میشه دیگه دختر درستی میتونه باشه بیاد تو زندگیت، آدم درسته، شاید تو رو مثلا شخصا خیلی دوست داره، آشنا شده خیلی حال میکنه، ولی تو باز خودت بدفازی رو داری که این نکنه مثلا واسه یه چیز دیگه است. آره خودت این بدفازیه رو میدی به خودت، بعد خودت میرینی تو همون قضیه. همین بدفازیه باعث میشه اعصابت تخمیشه یه جا برینی بهش. و خیلی پیش اومده مثلا آره دختران هم میاد با هم اوکی میشه، خیلی پیش اومده میگه من تو رو اصلا نمیشناسم، تو کی مثلا اینا، میگم ای بابا چقدر باحاله، طرف منو نمیشناسه، همین اومده با خودم آشنا میشه. بعد مثلا 3 روز میگذره داره با دوستش چت میکنه، یه خورده میره بالاتر که مثلا یه چتی رو به من نشون بده، میبینم ویدیو منو فرستادن به هم دیگه. میگم داش تو که نمیشناختی، بعد فیلم بازی میکرده که آقا من تو رو نمیشناسم که من همچین فکری نکنم، ولی واقعا قصد سوء استفاده داشته اون وسط. بعد اینجا بدتر بعد اینا آره بدتر هم میشه دیگه، یه جا برمیگرده میگی که خارش دیگه یکی باشه باش بتونی حداقل راحت صحبت کنی، یارو کثافتکاریای اینستاگرامت ندیده باشه. نه النا واقعا میگم من مام باباشو 2-3 بار حالا بهشون گفتم، همون اولین باری که النا تولدش بود رفتم خونه مام بابای النا یه گل بردم، بعد در زدم در باز کردن گفتم که براتون گل بردم. گفت برای چی؟ النا که اینجا نیست. گفتم نه میدونم ولی برای شما آوردم که واقعا چه بچه‌ای تربیت کردن، یعنی واقعا خیلی خفنه. بعد حالا این چه جالب اینو بهت بگم، بعد النا این از من یاد گرفت، تولد من النا میاد همین کارو با مامان من میکنه، میبینه من این کارو کردم تقریبا که میشه مامانم این کارو میکنه. بعد این من جاکش فقط یه بار این کارو کردم، النا الان این کارو 9 سال هر سال کرده. اشما بهت میگم زنا از ما باهوش دارن. آره دیگه به قول خودت تو این بازیو بردی. آره من خیلی شانس آوردم و ببین منم یعنی اونم بازیو برده منم بازیو بردم، یعنی جفتمون قبول داریم که با هم، جفتمون میفهمیم که آقا ما یه تیمیم. آدمای امروزی خیلی همه منن، یعنی تا من ناراحت میشم دیگه بچه و زن و همه چی من میخوام راحت شم. من و النا اینو نداریم. یه بار با هم دعوامون شده بود، گفت ناراحتی برو، گفتم من آپشن رفتن ندارم دریوس، ما همینیم دیگه، من حاضرم ناراحت تا روز آخر زندگیم بمیرم ولی رابطه‌ای که ما رو از بین نبرم، این ما برای من ارزش داره. بعد اون روز اونم فهمید فکر میکنم. تایمینگش هم خیلی مهمه که مثلا آدم درستی کی بیاد تو زندگی. مثلا منم یکی بود که حس می‌کردم خیلی درسته ولی خب سنم خیلی کوچیک بود، خیلی راحت تونستم برینم توش. یه خورده مثلا شاید منتال الانم بود هیچ موقع نمی‌دیدم تو اون رابطه، همیشه قشنگ پیش میرفت و واقعا آدم بود که الانم جوری شده که با هر کی آشنا میشی کلا دنبال همون آدمی میگردی تو یارو، که اون چقدر باحال بود، خفن بود. آره ولی آره میدونم چی میگی، ولی خب اونجا از سطح سن خوردم من. ولی اون شاید عوض شده باشه الان، یعنی انقدر نگران نباش. آره اصلا بهترم شده، پاشو 180 میتونه باز کنه، ممر عمل کرده، اینجوری عوض شده. یعنی خیلی ضرر کردی. قرار بود بهتر شه، قرار نبود بیشتر اذیت شم. خواهش واقعا آقا دمت گرم. من خیلی خوشحال شدم که وقتت گذاشتی، مثلا خیلی دوست داشتم یه ریویو بکنم ببینم تو یه سال چی شده، چون خب من یه سوال دیگه دارم تو راجع ببینم صحبت کنیم. حالا تو مثلا یه جامپی زدی تو زندگیت، یه موقعیت اجتماعی عوض شد، به یه جای بالاتری رسیدی، رفتار دور و بریت چجور بوده؟ از نظر مالی یا وقتی که معروف شدم مثلا یه خورده؟ حالا جفتش مثلا. چون من مثلا تو 20 سالگیم پولدار شدم، تو 35 سالگی معروف شدم.
جفتشون یه تأثیری داشت که مثلا یه سری آدم‌ها یهو چیز میشه. مثلا بذار مثال خودم بذارم. مثلا من سر معروفیت خیلی چیز شدم، اذیت شدم. رفتار آدما مثلا من میبینم که هیچی واقعی نیست. مثلا بهت یه مثالی بزنم، همین پوله رو بزنم، من برمیگردم میگم که ببین آجی به نظر من این قرمزه، برمیگرده میگه به نظر من هم این قرمزه. این آخه من یه قرمز خارشو گاییدم، چرا باید تو همه چی با هم موافق باشی؟ من مثلا بحث کردن رو خیلی دوست دارم، بعد همه موافقم باهات که مثلا تو باشون حال کنی. یه خورده چیزای اینجوری عجیب غریب زیاد پیش اومد. چه جالب که اینو میگی. من اگه دقت کرده باشید بچهای معروف رو قبل از اینکه معروف شم خیلی ها رو میشناختم و تنها دلیل این که بچه‌ها با من دوست میموندن همین بود، چون من هر یارو میگفت قرمزه میگفتم مگه کوری مال آبی، یعنی آبی که اینا تازه فوشم بهش میدم، بعد یهو قیافه‌اش اینطوری میشد. دوستام یه رفیق دارم خیلی پول داره، رفتم روی مبلش، بعد نمیدونستم این مبل خودش کسی اجازه نروش بشینه و من رو نشسته بودم، بعد که اومد بشینه چون 3 تا دیگه مبلم بود، من با لگد زدم تو پاش، گفتم برو پاش گم شو و دیوس، این همه مبل چون نشستی بغل من که من خواستم پامو دراز کنم بخوره به تو مریضی. بعدا یه هفته فهمیدم که این رفیقم که دارم میگه وقتی میره بیرون با 4 تا بادیگارد میره بیرون، یعنی شخصیتش اینجوریه. بعد اونجا فهمیدم که مثلا این مبل مال اون بود، ولی اون عاشق منه به خاطر همین. یعنی اینجوری نبود که من اینو فهمیدم گفتم خاک بر سرم دفعه دیگه میرم میشینم مثلا میگم من میام جای مبل من دیگه نمیتونی بشینی. یعنی مثلا قبلا اوکی بود اگه نشستم بشینم، الان بدترم میکنم چون فهمیدم که روی این موضوع مثلا حساسه. بعد دقیقاً آدمایی مثل تو دوست دارن اینو، میگه آقا یکی با ما حال کنیم چه مسخره بزنیم. ببین این صمیمیته باشه، این راحتیه باشه، کسی باهات راحت نیست. مثلا میری بیرون میخوای با یارو دوست شی یا مثلا رفیق شی، داداش ببرمت فلان جا رستوران گرون حسابا از من اینا، خب الان خودم دارم میتونم خودم بدم. قبل اینکه مثلا پول در بیارم کجا بودی خارج؟ قبلا اوکی، مثلا الان میخوای مهمونم کنی، میخوای ببری اینور، میخوام من آقا میخوام تو بیای بشینی 2 تا پیک بزنیم، تو میای همه نظرات با ما موافقه، ما راجع به چی صحبت کنیم دیگه؟ نه کاملا واسه همین صمیمیت ندارم من، چون میفهمم که یارو نظرش این نیست ولی داره با من موافقت میکنه، من با این حال نمیکنم. واسه همین دیگه خیلی دایره دوستیم کم شد. مثلا حالا خیلی کم مثل تو پیش میاد بیاد یکی با من مخالف باشه تو این قضیه، همه میگن 8 تو میگی درست، این حال نمیده. نه من میگم من مثلا کاملا اگه دیده باشی همیشه راجع به مالی همیشه به بچه‌ها گیر میدم، حتی رابطه هاشون. مثلا من میگم مثلا من با علیرضا جی جی یادم تو اتوبان داشتیم اینجا رانندگی میکردیم، موضوع مال 10 سال پیشه، یه دختری بود باش نامزد بود و من که رفتم فرانسه احساس کردم این دختره فقط به خاطر اینکه از این سوء استفاده کنه با این دوسته و خب من به خاطر اینکه مثل بعد از کوچیکمه خیلی چیز شدم، حساس شدم، ولی اینقدرم تجربه دارم که میدونم نظر من اهمیتی نداره، یعنی کاری نمیتونه بکنه. بعد اینجا داشتیم توی خیابون با هم تو ماشین داشتیم 2 نفری بودیم رانندگی می‌کردیم، بهش گفتم که علیرضا چیزی میخوام بهت بگم، تو خیلی چیزا خوبی، خودت هم اینو میدونی و همه بالا پایین دارن، تو شاید توی لول رابطه دختر بازی خوب باشی ولی توی رابطه خوب نیستی، چون تجربه نداشتی، چون تمام زندگی داشتی حال و حول میکردی، رابطه نبودی و یه خورده چشتو بیشتر باز کن. بعد گفتش که منظور چیه؟ بیشتر توضیح بده. گفتم نمیتونم بیشتر توضیح بدم، این مکسیمومیه که میتونم اجازه دارم بدم قانونا، واسه همین امیدوارم بفهمی حرفمو. خب حرفمو متوجه نشد و چند سال دیگه با این دختره موند و بعدش هم رابطهشون تموم شد. حالا من دیگه نمیدونم اون چند سال بهش خیلی خوش گذشته، ناراحت، الان دلش میخواست وقتشو تلف نمی‌کرد یا خوشگلی که وقتشو گذرونده، من دیگه دیتیلشو نمیدونم، ولی اون میدونم که هدفش از اون رابطه این بودش که به ازدواج برسه دیگه و به اون نرسید، پس هدفشو فیل کرده، پس فیلیه رو من سعی کردم جلوگیری کنم و میگم آدمایی که تو این کالیبرن کسی اصلا جرئت نداره باشون حرف بزنه. منم فقط روی تجربه، اگه مثلا دستوریشون میگفتم ما در استک دیوونه‌ای خب وقتی مثلا ولی الان چون تجربه دارم میدونم نمیتونی تو رابطه یکی وارد چی بگی به نظر من دختر خوب نی، تو سگی کی هستی. ولی من همیشه به همه بچه‌های معروف همیشه راستشو گفتم، مخصوصا چون بچه پولدار بودن، بچه پولدارا که اون یه لول دیگه ان، چون مثلا 10 سالگی بدون دلیل دور و بری‌ها همه ولی معروف هم نیست، میگم تو ولی همه دوبرش همه بچه خالن و من
همیشه اینا رو اذیت میکنم. یه رفیق دارم تا امروز با هم دوستیم. اون به من گفت میدونی من چرا با تو دوست شدم؟ یه روز مثلا 15 سال بعد از اینکه با هم دوست بودیم. گفتم نه. گفت تو تنها کسی بودی که به من گفت ننت. چون خیلی زورش زیاد بود و گنده بود و اینا. هیچ کیش بعد نمیشه بزنم. یه روز من بهش فحش دادم. حالا نمیدونم چرا بهش فحش دادم. ما خود الان همینیم. مثلا دخترها میان تو جمع اینا خب سردن، خوشم میخوان، آشناشن، میخوان بیشتر دوست شن، میخوان یه دوتا پیک بزنیم خوش بگذرونیم. اینا اصلا ادور میگن که تو بابا حفظ کنی شخصیتو. ما حرف میزنیم میگن مشروب بخوری، میگه نه مرسی، میگم به تخمم، میزنه زیر خنده. همونجا صمیمیت با ما میشه دیگه. یه ساعت دیگه جوری میگه انگار یه سال همون میشناسیم. یعنی این صمیمیت به خود با همین برقرار میشه. من رفیق دارم، رفیق که نه، مثلا یه آشنایی هست سر از گاهی میبینم هم دیگه رو، 7 سال هم بزرگتره، میگه آقا سینا. خب من نمیتونم با ارتباط برقرار کنم. من دیروز منیجر ممزی به هم مسیج زد که آقا سوهیل خوب هستی؟ دانیال گفت اینو بهم. گفتم آقا سوهیل چیه؟ من بگو سوهیل کش، همونجوری که به دوستات میگی، مگر اینکه به دوستاتم میگی آقا سینا. اگه به دوستاتم اونجوری میگی به منم بگو آقا سوهیل. قبول ولی آره من میفهم. حالا من سنم بزرگتر بود، مثلا شاید به خاطر اون 10-20 سالی که مثلا بیشتره مثلا اونو گفته بود. من در هر صورت همیشه همین حرفی که تو میگی، من میگم باید همیشه حال و حول داشته باشیم. و حالا آدمایی که معروف میشن، پولدار میشن، برای همین دیگه اصلا نمیشه بهشون طرفشون رفت. چون یهو جا میرسه که دیگه خودش رو دیسکانکت میکنه، میگه همه فیکن، گور پدر همه. و این آدمایی که میبینی حالت به هم میخوره، میشه باشون حرف زد، برای همینن دیگه. من وقت اینا رو میبینم واقعا دیگه حالم به هم میخوره. مثلا 3-4 روز هم با یارو حرف بزنی، هی یارو خودش رو الکی میگیره، لوس میکنه، بعد تو جو میره. میگم برو بابا درتو بذار فون سعی کی باشه. دقیقاً. من به یکی دوتاشون تو اینستاگرام بعد دیدم، یعنی مثلا من خودم تو این سفر دبی انقدر مثلا آدمایی رو تو رفت آمد کردیم دیدم، آدمایی که بچگی داشتن گوش میدادن بهشون، آدمایی که مثلا جدیدترن و اینا. یه سری‌ها واقعا مثلا میری باش میشینی، برای گوشو برمی‌داره میاد خودش، اصلا اینکه تو نیستی، خبری نی، اومدی اینجا دو کلمه صحبت کنی، اوکی آدم خفنی هستی، ولی میتونیم یه 2 کلمه حرف بزنیم که اجازه اینو بده با ما که 2 کلمه حرف بزنیم. با اصلا خداحافظ. ما یادم رفتیم تو جمع، پاشونو گفتیم بریم دیگه، چرا نشستیم؟ با خودمون یه جای دیگه هم میتونیم بشیم صحبت کنیم. خودم میرن تو جو بعضی وقتا نمیدونم چرا اینجوری میشه. آره من یکی از داستانایی که دارم اینو بگم تمامش کنم وقتتون نگیرم، مال پوبانه، خیلی باحاله. من پوبانه که اولین بار دیدم خونه سپه خلسه بودم، بعد سپه گفتش تو پوبان میدونی کیه؟ گفتم نه. بعد گفت ببین یه آرتیست جدید اومده قراره بتره کنه، ویدیوشو گذاشت رو یوتیوب، نگاه کردم چقدر خوشگله، عجب دافیه فلان مثلا. تموم شد، چه صدای قشنگی داره، تموم شد. بعد چند دقیقه گذشت، یکی در رو باز کرد اومد تو، گفت من سلام من پویام. و گفتم که اوکی چطوری، خوب هستی و اینا. بعد داشتم فیفا میزدم. گفتم فیفا میزنی؟ گفت آره. دست دادم بهش، شروع کردیم من بازی کردن و 2 تا گل بهش زدم، 2-0 بازی رو بردم. بعد یهو سپه خلسه اومد تو، گفت همدیگه رو دیدین؟ پس سو این همونه. گفتم همونه کیه؟ گفت ویدیوشو بهت نشون دادم دیگه. گفتم تو معروفی؟ گفت آره. خب میگفتی یه گل فقط بهت میزدم. بعد فردا صبح خواب بیدار شدم، یهو اومد تو خونه، در باز کرد، گفت دستا رو بردار. دستا برشم دادم 7-0 8-0 9-0 منو زد، برد، لطو پارم کرد رفت. گفت خب دیشب اعصاب نشم، فقط خواستم فکر نکنی بازیت خوبه. گفتم بابا خب میذاش یه پیرمرد خوشحال بخوابه، حالا دیوس 24 ساعت کم کرد. خلاصه من خوشحالم از این سم. مثلا بعضی وقتا حالا من باز درست اومدم بالا، من راضیم از جایگاهی که دارم، چون کسی نمیاد با من مثلا میبینم میاد عکس بگیره، نمیاد آقا سینا عکس بگیریم، میگه خارتو بیا عکس بگیریم. الان خطابا من اینه، مثلا خیلی اسممو نمیدونم، من میبینه میگه خارتو یه عکس بگیریم. این باز خوشحالترم میکنه. یه خورده اگه مثلا شخصیت عصبی تر داشتم، بعید میدونم که کسی میومد به سمتم، چون مثلا میبینی
تو میری بیرون تو چشما میبینی که طرف تو رو شناخته، اینجوری داره نگات میکنه، بعد یا روش نمیشه بیاد یا حال نمیکنه یا میگه ولش کن شاخ میشه. ولی این خارتو رو آسون کرده. مثلا تو خیابون را میری، من با دختره دیت دارم تو رستوران، یارو باها میشه میگه خارتو یه خورده فانتر زندگیم. خوبه اینجوری نبود اذیت میشدم. خیلی خوبه. من این خاردگاه بامزه، من میگم ویدیوهات هم نگاه کردم خیلی میخندیدم. بعد الکس خیلی یادم ناراحت بود، اولش می‌خواست بیاد بالا، بعد اومد بالا. بعد حالا دیگه اینستاگرام اصلا مهم نیست. تقصیر الکس فکر کنم. الکس بنداز بیرون همه چیز باشه. الکس پاک کن اکانت تو. الکس پاک شده تقریبا. الان که خوابه دیسکانکت اینجا. خودش هم که اینستاگرام باز متا چیز زده، ریپورت زده، چیز زده، اصلا اکسپلور نمیره، تو سرچ هم اسمش بالا نمیاد، تقریبا ندارید. اصلا واقعا متا افتضاح ترین چیز دنیاست. آره الان بچه با 300 که فالوور داره میره آرایشگاه مو میزنه. ببین لایف همینه دیگه، لایف باید کاری که باید بکنی. من که همیشه میگم کار یعنی آر نداره. بکن پول در بیاری. میگم بابا من پای درخت گیلاس میچیدم 5 سال پیش تو سن 37 سالگی، بعد از 6 ساعت و نیم رانندگی. این 6 ساعت و نیم رانندگی میکنم، میرسم اونجا میرفتم بالای درخت پشتم گیلاس میچیدم. مثلا جالب بگم برای برعکس میخوان گیلاس بچینن. گیلاس خیلی حساسه، اگه یه ضربه بهش بخوره کبود میشه و بی ارزش میشه. بعد منم خب تو ایران که بودم تیم ملی بسکتبال نوجوانان قبول شدم. من گفتم که من که بازیم خوبه بسکتبالم، چی سطل با خودم میبرم بالا، اینو میذارم رو زمین، گیلاسا رو بالا میندازم توش. تمام گیلاسا رو انداختم. خار گیلاسا رو ولی انقدر خوش شانسم من بالای درخت گیلاسی بودم که درخت گیلاساش زرده، زرد کبودی رو نشون نمیده، قرمز سری نشون میده. یعنی قرمز تو 3 ساعت بی‌ناموس شده ولی زرد نشون نمیده. و من اون بچه رو رد کردم و بعدش فهمیدم که اینجوریه. گفتم اوه مثلا یارو داشتم مینداختم تو سطل، بعد باغونه من گفت چرا میندازی تو سطل بذار. گفتم کجا اینو نندازم. گفت بعد یارو دیروزم گفتم که بالشم پرت می‌کرد. بابا من کلاس بسکتبال قبول شدم بذار بندازم. خیلی خوبه. ولی میگم کار آر نداره. کار میتونی بکنی برو انجام بده، گندش بکن، بعد که پولدار شدی همه رو بذار زیر کارگر، برو بشین تو مکزیک با دوربین نگاه کن آدما برن بالای درخت وسط گیلاس بچینن. دمت گرم آقا، مرسی از وقتت، خیلی حال داد باهات. دارم بعدن شو امیدوارم واقعا ببینم یه روز بیام با هم یه حال اساسی بکنیم. تو بیای کانادا، نمیتونی ویزای کانادا بگیری بیای مثلا مسافرتی؟ تابستون میام. واقعا من تابستون جون میرم تا سپتامبر نیستم، میرم آمریکا. من هر سال 4 ماه میرم آمریکا هم میام. اتفاقا 140 روز دیگه کی میشه؟ آره من جون میرم، جولای و آگست هستم، سپتامبر وسطش برمیگردم. اوکی من هم برنامه کانادا دارم هم برنامه آمریکا رو دارم برای تابستون. کانادا تو ونکوور اتاق آماده است. دمت گرم. الکس هم بیاد، اتاقمون هم آماده است. اینو راه نمیدم. نگفتم راش میدم. یه اتاق در دارم. نه اینو کانادا راه نمیدم. آها. هواپیما نمیذارن حیوان خونگی ببریم. بنده خدا ما الکس دوست داریم وقت کسی ناراحت نشه. اینجا صافه. آره اگه میدیدین من چی دیدم الان ویدیو میبینم. گرمه هوا اونجا، چرا لخ خوابیده؟ مگه آره دیگه تابستون داره میشه دیگه. اینجا گرم شده، اینجا خیلی گرم شده. استان بغلیمون دیروز برف اومد. آره ما اصلا بچه‌ها بودیم، با بچه‌ها دبی بودیم، داشتن میسوختن، رسیدن کانادا بهم عکس فرستادن داشت برف میومد. از دبی. البته ونکوور اینطوری نیست. ببین ونکوور خوبه. از استان بعدیمون که میشه کلگری یعنی البرتا، از البرتا تا سرد و برف میاد، ونکوور نمیاد. و من اصلا اینو نمیدونستم، واسه من خوب اومدم ونکوور، 10 سالم ونکوور بودم. بعد اولین بار که رفتم مصطفی این اونور رو دیدم چه اتفاقی داره میفته، اونجوری برای چی میمونین اینجا؟ دیوانه این؟ بشین توی قطار بیاین اونجا زندگی کنین. اصلا من نمیفهم، چون مثلا من اگر الان راه رو باز کنم بگن سمت چپ آمریکا اومده مثلا چسبیده شده کانادا، خب من سریع وسایلمو جمع میکنم میرم تو کالیفرنیا خونه میگیرم که هوا خوب باشه، استخرش بشه، اشغال کنی. من تمام آرزوم زندگیم استخر بوده. منم سر هوا استانبول موندم، یعنی فقط عاشق هواشم و غیر از اون
یه جای خاصی برای موندن نیست ولی هواش واقعا خوبه. زمستوناش سرده؟ آره دیگه 2-3 ماه سرد داره، 2-3 ماه خیلی گرم داره، ولی بقیه تایما همیشه خوبه. آها فهمیدم. بعد من با گرما هم اوکی ام، یه 2-3 ماه سردی و اذیت میشم که اونم اکثرا میرم این برام بالی و تو دبی و اینا اندازی میشه. ببین من عقده‌ای جای گرم شدم، یعنی انقدر دنبال جای گرم میگردم، بعد شروع کردم رفتم کالیفرنیا، بعد کالیفرنیا رفتم پریدم تو استخر، بعد سردم شد، بعد به الان گفتم بیا تو آب، بعد پاشو گفت باره من نمیام. گفتم دیگه آقا هوا 44 درجه فقط تو آفتابه، چه جوری این سرده؟ واسه چی اصلا سرده؟ گوه میخوری سردی. غیر منطقیه. رفتم نگاه کردم دیدم گرم ترین جایی که میتونی بری تو آمریکا تو اون قسمت کجاست. بعد این دفعه که دارم میرم اونجا ایربی میگرفتم، یعنی به هر کی میگم میگه چرا داری میری اونجا؟ میگم میخوام بسوزم، میخوام برم تو آب بگم آخه خنک شدم. وای چرا اینجوریه؟ آره منم عقده گرما، من خیلی دوست دارم. ما 50 درجه من دبی بودم، بعد همه داشتن فرار میکردم، من عشق میکردم، نشسته بودم آفتاب میگرفتم. بیبی بای دمت گرم. سوالی بحث چیزی دیگه داری؟ من مخلصم. دمت گرم. لاو یو. مرسی از وقت داره. من یه سری بشه ببینیم کجای دنیای کنسرت مثلا گوگوش میخوای بندازی، گوگوش بده بشین رو پات. نه ان شاء الله همین کنسرت بعدی آمریکاست. لطفاً دیت بده، منم میخوام بیام اونجا. چه برنامه‌ای میشه ولی. برو بریم. ان شاء الله که به زودی میبینمت. دمت گرم. میبینمت. چاکس.